عبدالمطلب چه بگویم؟ بگو میمانم. برمیگردم. میبینی؟ در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. آمنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنیم؟ سنگلاخ کوه برای زن آبستن امتر است. امانت های برادرم، تنهایش نگذار. برو ابو طالب تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیلسوار همه شترهای پدر رو گرفتن. بزرگان طائف هم زاری کردند و امان خواستند. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمص اردو زدند. من بودم و بدلیل شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. پدر، ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان 2 دست. بودایل هم خبر از گله شترانتان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسان. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو! زي مكة تعلقنا نزاوم يكابا كل في يجني سيرجي من قديم شما بزرگ مکه ای و کلیددار کعبه. من در راه درازم بزرگان هر شب به پای بوسی من آمدند. برکی کوشش کردن نیک بیجا وردن و برکی نه. برکی را کشتم و شکستم به خدایشان. برکی نهادم و بخشیدم به خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلیددار کعبه چه کاهشی آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه فلاگوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یعنی اتدراج زتناگ ملوچن وسدو بینیان.
جنگ نکرده غنیمت ندارد. ጦርነት ሳይደረግ በምርኮኝነት አይያዝም። پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربانم. ስለዚህ ግመሎቼን አስመልስልኝ፣ የግመል ጠባቂዎቼንም። ያለ ቶርኔት ያለ ፊልሚያ جنگ نکرده، فتح نکرده. በጣም ትገርማለህ። از چشمم افتادی بزرگ مکه. አንተ መከታለክ کاهش تو از سردار فیلسوار نجات شترانت بود، نه شفاعت شهر و خانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ የኔ ጌታ ከኔ ምን እርዳታ ይፈልጋል? من فقط مالک شتران هستم. የኔ ባለቤትነት በግመሎቼ ብቻ ላይ ነው። شهر و خانه خود صاحبی دارند. ከተማውና ቤቱ ባለቤት አለው። اینه ابراهام የአሽረም ልጅ የየመን አስተዳደር በሀበሽ ንጉሥ ትእዛዝ ብቸኛ የሆነ من ابرهه حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی ساختم. درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش خرید. تو پاسخ بده کلید دور کعبه. پس چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با درج هم می‌گردد؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم، اینه مسترون علاقم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ولو کعبه کدینگای نو የተሰራው አይደለም ከእንቁ. هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. عرفت چاین الکل بکه ሁለቱም ለጦርነት ተዘጋጁ። ግመሎቹን መልስለት። میگویند اتراک تمام، برای حمله آماده شوند. شترانش را پس دهید و شتربانانش را. آشنفن لمایت که متى اسکتوات گیزه بیتشای کرانیان. از سپاه من دور شو. این شتران نزد تو تا صبح امانت هست. خدایا این خانه توست و ما همه عیال و ساکن حریم توییم.
خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبتم بصوت حرام قويتها خمي كمز قبره أي راغين ألم يجعل كيدهم في تضليل لتنقلتهم أبتفا كنتي قبران وأرسل عليهم طيرا أبابيل عاتهم عسلتات عواف الله ترميهم بحجارة من سجيل أمن حطوب تدربيان فجعلهم كعصف مأكول كم استبلع قطعي قبرة